به نام خدا با تقدیم سلام خدمت همه شما شاگردای عزیز. خدا کنه همتون جور و صحتمند باشید. شاگردای عزیز، امروز یک درس جدید را از کتاب ریاضی صنف هفتم با هم میخوانیم. این درس ما درباره ضرب و تقسیم اعداد نسبتی صفحه 103 و 104 کتاب ریاضی صنف هفتم هست. ما در درس گذشته جمع و تفریق اعداد نسبتی را خواندیم. امروز درباره ضرب و تقسیم اعداد نسبتی بحث میکنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم شما درس گذشته را تکرار کرده باشین و امروز آمادگی داشته باشین که درس جدید را با هم شروع کنیم. آیا همگی آماده درس جدید هست؟ بله. بسیار عالی. خب شاگردای عزیز، قسمی که گفتم درس ما درباره ضرب و تقسیم اعداد نسبتی هست. با اعداد نسبتی از قبل آشنا هستیم. اعدادی که دارای حالت کسری باشه، یعنی کسرها به نام اعداد نسبتی یاد میشه. کسرهایی که مثبت هستن، کسرهایی که منفی هستن، ما اونا رو به نام اعداد نسبتی یاد میکنیم. و همچنان گفتیم در جمع و تفریق ما باید دقت کنیم که آیا مخرج ها مساوی هست یا نیست. اگر مخرج ها مساوی باشه در بین دو کسر ما از مخرج های مساوی یکیش را میگیریم، صورت ها را یا با هم جمع میکنیم یا تفریق میکنیم نظر به اون چیزی که از سوال از ما خواسته شده باشه. اما در صورتی که مخرج ها مختلف باشه، در قدم اول ما باید مخرج ها را با هم دیگه مساوی بسازیم. مخرج ها را زمانی که با هم یکسان ساختیم او زمان هست که ما میتونیم بعد از اینکه مخرج ها با هم یکسان شد از مخرج های مساوی یکش را بگیریم، صورت ها را یا جمع کنیم یا تفریق کنیم. در روز پیش روی از این بحث کردیم. درس بسیار ساده و آسانی بود. درس امروز ما از روز قبل کرده هم آسان تر هست. شاگردای عزیز، در ضرب و تقسیم ما چه قسم میتونیم این عملیه را انجام بدیم؟ زمانی که دو کسر داریم در حالت ضرب یا تقسیم با هم قرار داره، ما اونا رو به خاطر حلشون به موضوعی که پشت جمع و تفریق میگشتیم نمیگردیم. یعنی برای ما مهم نیست که مخرج ها یکسان هست یا نیست. ما صورت را با صورت و مخرج را با مخرج در نظر میگیریم. یعنی صورت ها را با هم ضرب میزنیم، مخرج ها را با هم ضرب میزنیم. یک تفاوت در تقسیم وجود داره که بعداً روی از او براتون میگم. فعلا سوال نوشته میکنیم و روی سوال بر شما ضرب اعداد نسبتی را تشریح میکنم. خب شاگردان عزیز، شما سوالات را ببینین. ما چند سوال داریم از ضرب اعداد نسبتی. ما از چی میفهمم که اعداد نسبتی هست؟ به خاطر که به صورت کسری واقع شده. چه قسم میفهمم که ضرب هست؟ به خاطر که بینشان علامه‌ای که وجود داره ضرب هست. اینجا دو قوس هست، شما میفهمین دو قوس در این حالت وقتی با هم باشه و این معنی هست که اینا در حالت ضرب با هم قرار داره. من میخوام اینا رو با هم دیگه ضرب بزنم. به خاطر ضرب زدن اینا ما باید صورت را ضرب صورت بسازم، مخرج را ضرب مخرج. بسیار با سادگی و آسانی. هیچ موضوع دیگه در اینجا نیاز نیست. اما یک موضوع مهمی هست که علامه ها را در نظر بگیرم که علامه های کسرهای ما چی هست. اینجا 2/7 علامش مثبت هست، اینجا 3/4 علامش منفی هست. اول علامه ها را ضرب میزنم، بعدن خود کسرها را ضرب میزنم. اینجا علامه ما مثبت هست، مثبت ضرب منفی وقتی میکنم، مثبت ضرب منفی منفی. 2 ضرب 3 6، 7 ضرب 4 28. شما ببینین من وقتی که اینا رو نوشته کردم صورت را با صورت ضرب ساختم، مخرج را با مخرج. 2 3 6 شد، 7 4 هم 28 شد. حالا من میتونم اینا رو با هم اختصار هم کنم. شما زمانی که ضرب ساختین میتونین به خاطر ساده ساختن اختصار هم کنین. اینجا میشه 1 2 2 4 2 8. اینجا میشه 3 2 6. 3/4 14. 4 و 1 5 میشه. قابل تقسیم بر 3 را نداره. منفی 3/14 جواب ما هست که ما تونستیم دریافت کنیم. میایم سوال دوم ما را ضرب اعداد نسبتی با هم دیگه صورت را با صورت مخرج را با مخرج ضرب میسازم. شما ببینین شاگردای عزیز، من وقتی میخوایم اینا رو ضرب بزنم میفهمم که صورت با صورت مخرج با مخرج ضرب میشه. موضوع دیگه ای که میفهمم باید اول علامه ها را ضرب بزنم. اینجا منفی هست، اینجا منفی هست. منفی ضرب منفی مثبت. شما میفهمین اعدادی که با هم علامه باشن در حالت ضرب باشن هر دوشون منفی میشه. اینجا منفی دارم، اینجا هم منفی دارم. منفی ضرب منفی مثبت. 8 3 24. 15 ضرب 4 4 5. 20 صفرش 2 اصل. 1 4 4 4 و 2 6. 24/60 من میتونم اختصار هم کنم. اختصار شده این قسمت که کمی جای بیشتر باشه انجام میدیم. 24/60
1 2 2 2 2 4 3 2 6 0 باز هم قابل اختصار هست. من میگم 6 2 12 1 2 2 5 2 10. اگر به 3 اختصار کنم میگم 2 3 6 5 3 15 مساوی میشه به 2 بر 5. 2 بر 5 جوابم ضرب اینی 2 کسر ما یا اینی 2 عدد نسبتی ما هست. اول علامه ها را ضرب ساختم، منفی ضرب منفی مثبت. اینجا مثبت ضرب منفی شده بود منفی. جواب ما هم چیزی که بعد است آمد منفی داشت، منفی 3 بر 14. اما اینجا منفی ضرب منفی مثبت شد. 8 24 15 ضرب 4 60. اختصار کردم به دست آوردم مثبت 2 بر 5. در سوال دیگه ببینید هر دو علامه های ما مثبت هست. مثبت 4 بر 5 ضرب مثبت 7 بر 8. مثبت ضرب مثبت مثبت، صورت ضرب صورت، مخرج ضرب مخرج. 4 7 28 بر 5 8 40. شاگردای عزیز علامه ما هر دوش مثبت بود، جواب ما هم مثبت میه. من میتونم به این حالت سوال ما را باقی بگذارم، میتونم با هم دیگه تقسیم بسازم، میتونم به خاطر ساده شدن اختصار کنم. پس میایم اختصار میکنیم چون قابل اختصار به 2 هست. 1 2 2 4 2 8. اینجا هم میتونم گفته 2 2 4 و 0. 1 2 2 0 هم خودش، 7 2 ما هم 14. جواب ما میشه 7 بر 10. البته 7 بر 10 ما چه قسم هست؟ مثبت هست. چرا؟ به خاطر که علامه ها مثبت بود. شاگرد عزیز در ضرب اعداد نسبتی اول علامه ها را ضرب میزنیم. مثبت ضرب مثبت مثبت، منفی ضرب منفی مثبت، مثبت ضرب منفی یا منفی ضرب مثبت منفی. این را در نظر بگیریم. بعداً صورت را ضرب صورت، مخرج را ضرب مخرج میسازیم. آخر هم میتونیم اختصار کنیم یا تقسیم کنیم و جواب نهایی ما را به دست بیاریم. این بود ضرب اعداد نسبتی. حالا میایم درباره تقسیم اعداد نسبتی هم سوال کار میکنیم. خب شاگرد عزیز شما ببینین اینجا هم ما دو سوال داریم، دو کسر داریم، دو عدد نسبتی که در حالت تقسیم با هم قرار داره. من چی میکنم؟ به خاطر تقسیم یک مرحله دیگه هم وجود داره. من راسن صورت را تقسیم صورت، مخرج تقسیم مخرج یا صورت و مخرج تقسیم این قسم کار انجام نمیتم. من باید تقسیم را اول به ضرب تبدیل کنم. کسر اول ما را خودش را میگیرم، یعنی به خاطر حل سوال کسر اول را خودش را میگیریم 7 بر 10. وقتی کسر اول را خودش را گرفتم میایم سر علامه تقسیم ما به ضرب تبدیل میکنم. اینجا میشه ضرب و کسر دوم ما را معکوس میسازم. کسر دوم را سرچپه میسازم. 3 بر 5 را میسازم 5 بر 3. مشتم میکنم 5 بر 3. شاگردای عزیز در تقسیم دو عدد نسبتی ما کسر اول را خودش را میگیریم، علامه تقسیم را به ضرب تبدیل میکنیم، کسر دوم را معکوس میسازیم یا سرچپه میسازیم. 3 بر 5 را معکوس میسازم به 5 بر 3. حال صورت ضرب صورت، مخرج ضرب مخرج. 7 ضرب 5 10 ضرب 3. میام نوشته میکنم 7 5 35 10 3 30. شما ببینین صورت ما شد 35، مخرج ما شد 30. من ضرب زدم. سوال ما تقسیم بود اما من تقسیم را اول به ضرب تبدیل کردم. به خاطر تبدیل کردن تقسیم به ضرب من کسر اول را خودش را گرفتم، علامه تقسیم را به ضرب تبدیل کردم، کسر دوم ما را معکوس ساختم. 3 بر 5 را 5 بر 3 ساختم. حالا 7 ضرب 5 7 5 35 10 ضرب 3 10 3 30. 35 بر 30 و 5 قابل اختصار هست. میگم 7 5 35 6 5 30. جواب ما میشه 7 بر 6. 7 بر 6 جواب چی هست؟ سوالی که ما نوشته کردیم و تقسیم دو عدد نسبتی بود. سوال دیگه ما هم تقسیم دو عدد نسبتی هست. شما ببینید منفی 3 ضرب 1 بر 2 تقسیم منفی 2 بر 3. اول شما ببینید اینمی سوال ما شکل چی را داره؟ شکل داره که 3 در حالتی قرار گرفته با 1 بر 2 که ما باید این را غیر واجب کنیم. غیر واجب شما اصلا پای پایین میفهمین. اول علامه منفی را خودش را میگیرم. ما باید امی عددی که در کنار کسر ما نوشته است ضرب مخرج بسازم، جمع صورت بسازم، بر مخرج بگیرم. چه قسم؟ یعنی 3 را ضرب 2 میسازم، جمع 1 میسازم، بر 2 نوشته میکنم. 3 2 6 6 جمع 1 7 7 بر 2. خوب دقت کنین. من 3 را ضرب 2 میسازم. 3 2 6 6 که بعد است آمد جمع صورت ما که 1 هست میسازم میشه 7 بر 2 هم خودش شد منفی 7 بر 2 در حالت تقسیم هست با چی؟ با منفی 2 بر 3. منفی 2 بر 3.
شاگردای عزیز شما ببینین سوال ما در حالت تقسیم قرار داره. من میخوام میره حل کنم. به خاطر که تقسیم را حل کنم من باید علامه تقسیم را به ضرب تبدیل کنم، کسر دومی ما را معکوس یا سرچپه بسازم. یعنی میگم این مساوی هست به -7/2 خودش، -7/2 خودش. علامه تقسیم را گفتم به چی تبدیل میکنم؟ به ضرب تبدیل میکنم، به شرطی که یاد ما باشه که باید کسر دوم را معکوس بسازیم. کسر دوم را منفیش را خودش را میگیرم، 2/3 دارم، 2/3 وقتی معکوس بسازم میشه 3/2، -3/2. حالا شما ببینین اینجا علامه منفی است، اینجا علامه منفی است، بینشان هم ضرب هست. من باید با هم دیگه ضرب بزنم. -7/2 را ضرب -3/2 بسازم. چی میشه جواب ما؟ منفی ضرب منفی مثبت 7 21 2 یا 2 میشه 4. 21/4 جواب ما هست. علامش مثبت هست. چرا مثبت هست؟ به خاطر از اینکه ما منفی و منفی را ضرب هم ساختم، جواب را به دست آوردم 21/4. اینجا به شکل جواب ما بود که 2/3 بود. ما 2/3 وقتی معکوس ساختم 3/2 شد. صورت با صورت ضرب شد 7 21، مخرج با مخرج ضرب شد 2 4. شاگردای عزیز در تقسیم اعداد نسبتی ما کسر اول را خودش را میگیریم، علامه تقسیم را به ضرب تبدیل میکنیم، کسر دوم ما را معکوس یا سرچپه میسازیم. بعدا صورت ضرب صورت، مخرج ضرب مخرج با در نظر گرفتن علامه شون. من میگم که این بود حل تقسیم اعداد نسبتی. در ضرب و تقسیم بسیار موضوع آسان پیش میره، فقط یک تفاوتی که تقسیم وجود داره ای هست که علامه تقسیم را اول به ضرب تبدیل میکنیم، کسر دوم ما را معکوس میسازیم. دیگه به مثلی که ضرب را پیش میبردیم تقسیم را هم پیش میبریم. باید علامه ها را فراموش نکنین، علامه ها را دقت کنین. اگر یکسان بودن مثبت میشه، اگر مختلف بودن منفی میشه. یعنی منفی ضرب مثبت منفی میشه، مثبت ضرب منفی منفی میشه. اگر مثبت ضرب مثبت یا منفی ضرب منفی بود جواب ما مثبت به دست میاد. آیا همگی موضوعات درس امروز را یاد گرفت؟ بله. کسی سوال نداره؟ نه بسیار خوب. خب شاگردای عزیز این بود درس امروز ما. امیدوارم درس را یاد گرفته باشین. کارخانگی که بر شما میتونم حل تمرین صفحه 104 کتابتان هست که در کتابچه هایتان منظم حل میکنین، روز بعدی با خود میارین. تا درس بعدی و یک موضوع جدید همه شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.